بریم مراحل فیشال لیفتینگ رو با هم ببینیم. ابتدا پاک پوست اولیه رو انجام میدیم و مرحله بخور گرم رو داریم و سپس کومودون ها رو با درمایف تخلیه میکنیم. مرحله پیلینگ آنزیمی رو داریم که من اینجا از پیلینگ آنزیمی پودری استفاده کردم و به مدت 10 دقیقه اپلای میکنیم. سپس با حوله مرطوب کاملا پیلینگ رو از سطح پوست تمیز میکنیم. اینجا از آنزیم تراپی ایرفلند استفاده کردم. بچه هر آنزیمی رو میتونین استفاده کنین که بهش آنزیم کانتورینگ تنورا هم بهش میگیم. بچه وقتی که آنزیم رو با پودر کاملا مخلوط کردیم با براش باد بزنیم و براش موی از پایین به سمت بالا مواد رو اپلای میکنیم. بچه این ماسک رو همه جای پوست حتی پلک بالا هم میتونین استفاده کنید و به مدت 40 مین بچه رست میدیم و سپس ماسک رو بچه با دست کاملا باز میکنیم. بچه پاک کردن این ماسک یکم سخته ولی با این تکنیک که من بهتون میگم خیلی راحته. ابتدا بخور گرم رو روشن میکنیم به مدت چند دقیقه که پوست کاملا مرطوب بشه. سپس با یک کلینزر یا ژل شستشو کاملا بچه پوست رو به این حالت به حالت کف روی پوست اپلای میکنیم و یه مقدار با براش مویی کاملا سطح پوست رو ماساژ میدیم و بعد از چند دقیقه به راحتی با حوله مرطوب تمیز میکنیم. برای لیفت بیشتر از عارف پولاژن استفاده میکنیم به مدت 20 دقیقه و میتونیم از ژل سونوگرافی یا ژل هیدرودرمی بدون رنگ اینجا استفاده بکنیم و به مدت 20 مین از عارف پولاژن اینجا استفاده کردیم و سپس از اولتراسون پولاژن برای جذب بهتر آبرسان اینجا استفاده کردم. و در نهایت از سرم آبرسان روشن کننده ویتامین C استفاده کردیم و اینجا با دست جذبش رو انجام دادم.